این مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است. کنیزکی من هستی. این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی خدا تو را سیاه بخت کند. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. این مسئول است، شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالتی وزنین هستی، نماز خوان بید که بعد شام است. اینها گپی همون زنها هست. این فتواهای های همون دروغ و همون بگیم سفسطه و خرافات های دوره پیش است. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال مرا با پررگی جواب گردانید. بر من گفتند که نامت را عوض کن، این نام تو خوب نیست، نام تو جمشید است. داملا چی گفتنی هستی؟ من نامم را عوض کنم یعنی میفهم عوض کنید. جمشید کسی هست که 400 سال پادشاهی کردن، دعوای خدایی کردن و کافر بود. انسان مسلمان باید نامش به نام کافر مانند نباشد. از این خاطر بهترین صورتش پیغمبر گفت است نام مرد یا عبدالله باشد یا عبدالرحمن باشد. از همین نامها بهترینش اختیار کنین، برای شما پسند است. شرط نیست که در حجت ها تغییر دهین. باز برای شما میگویم اعلان کن که نام من عبدالرحمن است، فردای قیامت خداوند با همین نام تو را صدا میدهد. جمشید کافر بود. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستینها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی. ما باید به زنهای غرب تقلید نکنیم. از غرب مرحمت یاد گیرین، کامپیوتر یاد بگیرین. چگونه که پیشرفتی در ترقیات ها کردن، مرحمت در اینش تقلید کنین، لیکن در لباس اونها تقلید نکنین. خواهرای عزیز، پوشیدن لباس قیمت من نیست، پس پرده نشستن من نیست. اسلام نمیگوید پس پرده نشین، اسلام نمیگوید که متریال قیمت نپوش، بلکه بپوش، لکن آستیندار باشد، لکن پیش برش بسته باشد. این است لباس مسلمان. آیا همین قیچی را گرفتن، همین آستین را کلده کردن کار قین است؟ بینید دیگر زنها خدا برکت چونتیه در شهر وقتی میبینی چی زینتی زیبا دارند. اونها میتوانند، لیکن ایمان خدا ترسی و برادرهای مسلمان و پدرهای مسلمان دارند. معلوم میشه که اون خانه با ترتیب بوده است، اون خانه بوده است که اونجا قرآن حکمران بوده است. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: دختری را نقض میبینم و در فاتحه هم میباشد. او را گفتم که ستر عورت پوشو، به شخصان بیگانه و خیش و تبارت غیر از اکه و دادرت سلام نکن. آیا من حق دارم با این؟ با سوال پرره جواب دهید. البته حق داری برادر عزیز. اگر خدا کند تمام مردها را چنین غیرت اسلامی نصیب بگرداند که کار کنند که در عائله خودش سخن خودش گذر کند، بگذراند. البته وی بغیر اکه و دادر و همون آدم های نزدیک محرم خودش دیگر حق ندارد دست شوی مثال دراز کند، به همسایه سلام کند، با همسینفش سلام کند، با یک شناسش سلام کند. این حق ندارد. وی شما پر حق دارین که بالای زن خودتان رئیسی کنین، بالای زن خودتان حکمرانی کنین. دارین این حق، البته به البته. وقتی که این زنها از آغاز زندگی به این بی حیایی، به این بی شرمی، به این بی اهمیتی، وقتی که آغاز زندگی میکنن، از اینها چگونه مادر اساسی پیدا می شود؟ از اینها چگونه فرزندهای سالم و صالح پیدا می شود؟ کی پیدا می شود؟ خدا رحمت کند. حضرت محمد اقبال لاهوری را میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند. زنها را میگوید
بین پیغمبر خدا میگوید لا تضربوا اماء الله. امروز خواهرای ما و شما این قدر قیمت خدا گم کردن. پیغمبر میگه لا تضربوا اماء الله. ای مردها هوشیار باشین، کنیزک های خدا را نزنین. زنها را خدا کنیزک گفته است. کنیزکی من هستیم. دنیاکم النساء. پیغمبر میگوید بهترین آن چیزی که من از دنیا دوست می‌دارم این زن است. چه قدر داره، چه منزلت داری. صد افسوس که امروز منزلتی خطا، قدری خطا تو گم کردی. فکر میکنی که همان سری لوچ و گردن لوچ زینت توست. نه، زینت تو نیست. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه دارد بلند، چشم و هوش از اسوه زهرا مبند. ای خواهر عزیز میگوید تو میگن نظر به فاطمه کن، نظر به عایشه کن، نظر به ام گلسون کن، به اینها نظر کن. از اونها میگه حیات یاد بگیر، از اونها شرم و حیا را یاد بگیر. برای چی؟ برای چی از اونها یاد بگیر؟ تا حسین شاخ تو بار آورد، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسمی پیشین به گلزار آورد. حضرت میگوید برای آن تو پیرو فاطمه شو، برای آن پیرو عایشه شو که مثل فاطمه حسین تو به دنیا بیاری، مثل فاطمه تو حسن به دنیا بیاری. وقتی تو پیرو فاطمه نمیشی، پیرو عایشه نمیشوی، از کجا از تو حسن پیدا میشود؟ از کجا بر تو حسین پیدا میشود؟ از این خاطر خوش به حالت برادر عزیز، هر کدام مسلمان ها، همه شما برادرها، با یک گوش کردن امر معروف و 5 وقت نمازی که شما در یک روز خواندین، در این حالت شما فکر نکنین که تمام ذمه اسلام از گردن شما برداشته شد، بلکه این وظیفه همه شماست. در خاندان کار کنین تا حد امکان. چگونه ای که امروز مردم غرب حرکت دارد، ما و شما را از راه بیراه کرد، ما و شما حرکت کنیم که فرزندها را اسلامی کنیم، فرزندها را نمازخوان کنیم، فرزندها را با ستر با حیا کنیم. این از وظیفه هر یک مسلمان. در همین زنی که شوهر ندارد و فرزندها دارد و اینها اگر احتیاجمند باشند و اینها با صدقات دهند، صدقات اینها را خدا قبول نمی کند، بلکه اینها در صدقات دادگیشان در نزد خدا عاصی و گناهکار می شوند. کفا بالمرء اثما ان یضعها من یقود. پیغمبر گفته است از روی گناه برای شما ای امت مسلمان همین بسنده هست که آن چیزی که از رزق روزی کودک های شماست و یا به دیگرها می دهید. همین از روی گناه گفت پیغمبر برای شما بسنده است. همین گناه بسنده است که شما را خدا عذاب کند. که اگر آن چیزی که برای فرزند تو احتیاج به او دارد، خوراکی که فرزند تو به او احتیاج دارد، تو یا باز گرفته به مردم تقدیم میکنی. البته کدام زنی به شوهری که یا کدام زنی شوهرداری که اگر از قوت خود زیاد خیر احسان میکند و در غضب خدا گرفتار میشود، این در نزد خدا هیچ قدر و قیمتی ندارد. زیرا خدا خود در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من بنده خودم را تکلیف نمیدهم از قوتش زیاد، از قوت زیاد دیگر از بندم تکلیف ندارم. حتی شما اگر همون نان و آبی که در خانه دارین بسنده فرزندهاتان باشد، همراه همونها خورید، این به منزله هست که شما یک دیه را نان دادین. شما صدها آدم چیکار کردین؟ خوراک دادین. وقتی اگر یک کودکی تو از دسترخوان تو سیر میکند، این است عقیده اسلام، این است غمخواری اسلام برای آدم‌های فقرا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اکی حاجی مرزا، من از
شما خواهش دارم که با این سوال من جواب بدید. خوب داشته باشد. اگر یاردم را مرد بیگانه با گپ زدن و نمازهای اینا چرا خدا قبول نمیکنه؟ این مسئول است. شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالت وزن هستی نماز خوان. و مردن شوهر و مردن فرزند نماز از گردن آدم ساکت نمیشود. یا معنای او را ندارد که خدا تو را غضب کرده باشد و نماز تو را خدا قبول نمیکنه. نه، بلکه نماز خواندن گیر نماز خدا قبول میکنه. لیکن در دادن خیر احسان اولا از خود، از فرزندهایت، از کش قومیتت سرکن، بعد بیرون خدا گفتن العینان تزنیان و زناهما النظر. چشمها هم زنا